بچه اگه دسترسی دارید به من پیغام بدید توی تلگرام که متن رو شروع بکنیم. این بار برای این هست که ببینیم اصلا دسترسیمون چجوریه، یه صحبت‌های کلی داشته باشیم، ایرادا رو برطرف کنیم و بتونیم بیایم برای ادامه کار. خب اگه بچه های دیگه لینک رو ندارن براشون بفرستید. اینجا ببینیم که سعی میکنم که توی تلگرامم کانکت بشم. برای بچه هایی که دسترسی ندارن به یوتیوب توی تلگرام فقط اگه الان یوتیوب رو میبینید دسترسی دارید به من یه پیغام بدید توی تلگرام تا کار رو شروع کنیم. خب هستید بچه ها؟ من 1-2 دقیقه صبر میکنم که تکلیف معلوم بشه. خب بچه ها امروز میخوایم که یکم در مورد متون رسمی، اهمیت متون رسمی صحبت بکنیم و اینکه یه متنم بیایم در موردش یکم بررسی بکنیم، یه متن خبری رو بررسی بکنیم، ببینیم که اصلا توی متنای خبری ما برای خوندن متن خبری چه چیزایی رو باید در نظر بگیریم، چه نکاتی رو باید در نظر بگیریم. خب ما به هر حال تحصیلات آکادمیک داریم و توی تحصیلات آکادمیک برای کارشناسی شما سال اول کلاً باید دروس عمومی رو بگذرونید، سال دوم تا 80% عمومی و 20% تخصصی، سال سوم 80% تخصصی 20% عمومی و سال چهارم 100% تخصصی. و از جمله چیزایی که باید در نظر بگیریم اینه که ما تحصیلات چی داریم؟ آکادمیک داریم. یعنی چی؟ یعنی با آموزشگاه فرق میکنه. یعنی ما باید بتونیم متون رسمی بخونیم، بنویسیم و مخصوصا الان که رقابت بین بچهای زبان چینی زیاده،
و بچهای چینی خیلی زیاد هستن، فارغ التحصیل میشن. اون کسی که توانایی های بالاتری داشته باشه اون میتونه که فرصت های بهتری رو داشته باشه. برای همین متون رسمی حتما باید کار بشه و پایش چینی کلاسیک هست که باید کار بکنیم. این چینی کلاسیک خودش به تنهایی ارزش کامل رو نداره. ارزش اصلیش برای ما اون موقع است که میخوایم بعداً بتونیم به اهداف بعدی برسیم، یعنی پایه است. حالا برای نمونه من یک متنی رو از سایت سنکاشیاشی که قبلا بهتون معرفی کردم آوردم و برای تاریخ 2 نوامبر هست. خبر برای دیروز هست، در مورد مسائل اخیر هست. اینجا من اومدم متن رو طبقه بندی کردم. یعنی چی؟ یه سری کلماتی که عمومی هست و یه سری کلماتی که حالا یکم تخصصی تره و حالا کلماتی که اسم خاصه. خب اینایی که با رنگ سبز نشون دادم بیشتر چیه؟ کلمات تخصصی تر هست. اونایی که با رنگ زرد نشون دادم اینها چیه؟ کلماتی هست که به صورت عمومی بیشتر استفاده میشه. خب من تیتر رو بررسی میکنیم. یعنی تیتر یه تیتر کوتاه هست، میگه ایسالی 再次轰炸联合国发生. یه تیتر خیلی کوتاه. خب میدونید ایسالی منظورش همون اسرائیل هست. 再次یعنی چی؟ بار دیگر. خونجا یعنی بمباران کردن. خب یه کلمه خب نسبتا تخصصیه. لینخگو میشه چی؟ سازمان ملل. فشن یعنی چی؟ ارسال کردن. شن اینجا یعنی چی؟ صدا. درسته؟ فشن اینجا میتونه معنی چی باشه؟ بیانیه صادر کردن، چون شن مین میشه بیانیه. خب میایم خود خبر رو بررسی میکنیم. ببین میگه که据新加坡联合早报11月2日报道. خب ما اینجا یه اصطلاح داریم که خیلی استفاده میشه.据شما报道. خب یعنی به گزارش حالا فلان اسم خاص در فلان تاریخ. خب پس اینجا میگیم جو بادا. جو یعنی طبق گزارش. خب ایسالیه 11日 1 نوامبر لین شو دیار تین. ببینید لین یعنی چی؟ یعنی پشت سر هم. لین شو دیار تین برای دومین روز متوالی. درسته؟ برای دومین روز متوالی چیکار کرده؟ کن شی یعنی چی؟ حمله کردن. کن میشه چی؟ میشه هوایی. حمله هوایی. درسته؟ حمله هوایی. خب بعد کجا حمله هوایی کرده؟ جشا بیبو. جشا میشه همون چی؟ غزه. جشا بیبو شمال غزه. ده کجای شمال غزه؟ جبالیا. حالا این چیه؟ اسم خاصه. نن مین ین. نن تون 4 مین تون 2 و ین تون 2 میشه چی؟ اردوگاه. خب اردوگاه جبالیا. بعد خب یه اصطلاحی که زیاد استفاده میشه 造成大量人员伤亡. یعنی 造成
شانوان. 造成 میشه چی؟ باعث شدن، ایجاد شدن. شانوان یعنی تلفات. خود شان میشه چی؟ میشه مجروح شدن. وان میشه کشته شدن. شانوان با هم میشه چی؟ تلفات. خب اینم یه اصطلاحی که خیلی زیاد استفاده میشه. 造成 شانوان، موجب تلفات شد. حالا چه تلفاتی؟ دلیان، تلفات سنگین. لیان یعنی میزان دیگه. دلیان میشه میزان سنگین از افراد، رنیان. خب به اینجا یه اسم خیلی خاصه. 联合国人权事务高级专员办事处. خب حالا با این اسم کار نداریم، بعدا اسمشو به صورت خاص میگیم. ببین بنشیچو که میدونید میشه چی؟ دفتر. خب جوانیون میشه چی؟ متخصصین. گاوچی یعنی سطح بالا. خب رنچون میشه حقوق بشر. شیوو امور حقوق بشر. لینخگوا میشه چی؟ سازمان ملل متحد. خب اینجا ببینید دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد. حالا این کاری به این اسم نداره، ما الان منظورمون نیست که متن بخونیم، منظورمون اینه که ببینیم که یه متن از چه بخشایی تشکیل میشه و اون کلمات تخصصی و عمومیش چیه. خب میگه که فلانی میگه ایسالیه خونجا نانمین ین ده行为可能构成战争罪. خب میگه که فلانی چیکار کرده؟ خونجا کرده چیو؟ اردوگاهو. ده 行为 ایسالیه ده 行为 رفتار عمل حرکت اسرائیل در چی؟ بمباران کردن اردوگاه. کنام احتمال داره که گوچن جنجن زوی. ببینید جنجن میشه چی؟ جنگ. زوی میشه جنایت، جنایت جنگی. ممکنه که چی؟ جنایت جنگی به حساب بیاد یا تبدیل به جنایت جنگی بشه. خب اینجا دوباره اینجا بادا چن این گزارش میگه، پس اینجا نمیگیم شوا، میگیم چن. خب اینا قبلا هم کار کردیم. پس اینجا ببینید اینجا اصطلاح جو بادا طبق گزارش. خب اینجا توی پاراگراف بعد همون گزارش رو میگه که بادا چن، یعنی توی گزارش اینجور اومده. گزارش میگه که جشای ایندونیسیا ایوان یون جان شو. خب ببینید ما یه ایوان داریم. ایوان میشه چی؟ بیمارستان. یون جان میشه چی؟ میشه رئیس بیمارستان. درسته؟ ایوان یون جان رئیس بیمارستان اندونزی غزه در این تاریخ. 10月1日的空袭后 پس از چی؟ حمله هوایی در این تاریخ. یعنی چی؟ 1 نوامبر. 至少ببینید اصطلاحی که خیلی استفاده میشه دوباره. 至少 حداقل 有80具尸体运抵医院. میگه حداقل 80 شیتی میشه چی؟ جسد. جو میشه واحد شمارشش. یون یعنی حمل کردن. دی یعنی چه؟ دی هم زیاد استفاده میشه. دی یعنی دیده، رسیدن. درسته؟ مثلا قطار میرسه به مقصد میگه دیده مو دیدی. خب دی میشه چی؟ دیده. اینجا نوشتمش. ببینید یون دی ایون یعنی
به بیمارستان ارسال کردن. یون گفتیم یعنی حمل کردن، دی یعنی رسیدن. یون دی میشه ارسال کردن. خود دی معنیش چیه؟ دیده، داده یعنی رسیدن. مثل چی؟ دیده، مودیدی. مودیدی میشه چی؟ مقصد. خب بعد یولیا، یو یعنی از پیش، لیا یعنی حدس زدن، یعنی پیش بینی میشه که چی؟ یا گندو شیتی خوی چون، این چیه؟ میاریم کلمه رو و لیه. خب این میشه چی؟ آوار میشه. ببینید اینجا میایم ولی، درسته؟ ولی پوتویده ولی. خب ببینید ولی میشه آوار. خب من اشتباه گفتم، ولیه. خب ولی جون ورچو یعنی بیرون کشیدن. خب ترچن او گفت. خب پس اینجا چی گفت؟ اول گفت یولیا یو گندو شیتی خویسون ولی جون بیورچو، یعنی که پیش بینی میشه که اجساد بیشتری از آوار بیرون کشیده بشه. خب ترچن دادو شو سی شان جه. ببینید سی میشه مردن، شان میشه چی؟ زخمی. سیشان جه یعنی کشته ها و زخمی ها. شی شما فو یعنی زنان، رو یعنی چی؟ کودکان. خب میگه که اکثر کشته ها و زخمی ها رو چی؟ زنان و کودکان تشکیل میدن. پس فو رو، پس خواهیم بگیم زنان و کودکان، مثلا نمیگیم که فونی یو هیزی من مثلا، یا فونی یو ارتون. خب این زنان و کودکان توی دو هجا، فو رو. خب هیو شو بیرن شوشان، چند صد نفر هم چی؟ شوشان شدن، یعنی چی؟ مجروح شدن. خب بعد اینجا ببینید میگه ایجون میشه چی؟ ارتش اسرائیل. اینجا ایسالیه رو میاد چیکار میکنه؟ خلاصه میکنه به ایجون چنرن سی کنگسی شی تامن سووی. خب چنرن سووی، چنرن یعنی چی؟ از آن کرد، اعتراف کرد که چی؟ سی کنگسی این حمله هوایی، سی میشه این جگه جتسی سی. پس ببینید توی متن رسمی ما میگیم که به جای جتسی میگیم سی. کنگسی این حمله هوایی شی تامن سووی آنها انجام داده اند وی. خب وی تون دوم یعنی زوا، درسته؟ پس میگه که اعتراف کردن که خودشون انجام دادن این حمله رو. خب بینچی همچنین اشاره کردن چی؟ کنگسی دچیلا، همچنین اشاره کردن که کنگسی حمله هوایی دچیلا یعنی زده. خب یعنی حمله کرده به چی؟ ویو جبلی نانمین营的哈马斯指挥与控制中心。好
خب میگه که چی؟ این حمله هوایی چی رو زده؟ ویو یعنی مستقر بودن در، یعنی قرار داشتن در، یعنی وی برمیگرده به چی؟ به جایگاه. جایگاهش کجاست؟位于什么什么的哈马斯只会于控制中心. خب پس اول ما ببینیم که مفعول این دجی یا مفعول کنشی دجی چیه. خب ما یه فعل داریم دیگه اینجا، الان باید ببینیم این یکم پیچیده شد این جمله. خب برای اینکه بتونیم معنی بکنیم باید طبق اون یوفایی که خوندیم بیایم رکنای اصلی جمله رو پیدا کنیم، ببینیم که چی رو زده بچه ها. خب مفعول ما چیه؟ 指挥与控制中心哈马斯指挥与控制中心. خب حماسی میشه چی؟ حماس. خب جیخوی میشه فرماندهی. خب یو و کنجی هم میدونیم همه یعنی کنترل. جونشین میشه مرکز فرماندهی و چی؟ کنترل حماس. خب که کجا بوده؟ ویو جیبالیه ننمین دیده یا جیبالیه ننمین ده حماس جیخوی کنجی جونشین. خب میگه که این حمله هوایی، یعنی اشاره کرده که حمله هوایی کجا رو زده؟ جونشین رو زده. خب مفعول اصلیمون چیه؟ یه مرکز. چه مرکزی؟ مرکز فرماندهی و کنترل. فرماندهی و کنترل کی؟ کجا؟ حماس. که کجا بوده؟ که در این اردوگاه بوده. میگه اینا رو زده. 击毙了一名哈马斯反坦克导弹单位指挥官. خب اینجا میگه که جیبی یعنی کشتن. کیو کشته؟ الان ما اینجا کلمه تخصصی جیبی رو داریم. جی یعنی زدن دیگه، جیبی یعنی کشتن. معمولا کشتن با چیه؟ با یک سلاح هست. خب جیخوی گفتیم یعنی فرماندهی، درسته؟ یا فرماندهی کردن. جیخوی گوان میشه فرمانده. ببینید گوان چیکار میکنه؟ اسم ایجاد میکنه و گوان همیشه اسامی رسمی هست. خب فرمانده اینجا. خب فرمانده چی؟ دنوی میشه، قبلا خوندیم مثلا محل کار، درسته؟ اینجا میشه یگان چی؟ دادن میشه موشک، درسته؟ دادن دنوی یگان موشکی. جیخوی گوان فرماندهی یگان موشکی چی؟ تانکر میشه چی؟ تانکر میشه تانک. فن تانکر میشه ضد تانک، درسته؟ بعد چی؟ حماس. خب پس جی بیلا ایمین جیخوی گوان یک فرمانده رو کشته. فرمانده چی؟ یگان موشکی ضد تانک حماس. خب حالا اینا کلمات چیه؟ تخصصیه. اینجا هم هدفمون فعلا خوندن کلمه تخصصی مثل این نیست. خب اما یکی از هدفها چیه؟ اینه که چجوری بتونیم ترجمه بکنیم این
این متن. خب بعد میگه که 在之前一天 میگه یک روز قبلش. خب پس توی متن رسمی نمیگیم که مثلا 一天前 خب یا مثلا بگی昨天که قطعا نمیشه، اما 一天前 نمیگه، میگه 在之前一天 یک روز پیش از آن. خب ای جون، جون گفتیم یعنی چی؟ ارتش، ارتش اسرائیل. یه کن شیلا جبه لیه ننمین ین، یک روز قبلش هم میگه که کنشی کرده، یعنی حمله هوایی کرده به چی؟ ننمین ین، به اردوگاه جبالیا. که چی شده؟ جیشا. ببین اینجا کلمه تکرار میشه دیگه، میتونید حفظ کنید. جیشا یعنی حداقل، جیشا یعنی حداقل. 造成 موجب شده که 50人死亡 که 50 نفر بمیرند و 150人受伤. پس ببینید ما دو تا کلمه داریم، 死亡 مردن، 受伤 مجروح شدن. خب دوباره ما اینجا داریم چی؟ 报道称. اینجا 报道称 报道称. اینو تا همینجا کار میکنیم، تا آخرین پاراگراف دیگه کافیه.好，在以军承认了11月1日的空袭后不久 ببینید یه اصطلاح在什么什么后不久یعنی چه؟ 不久یعنی چه؟ طولانی نیست.后یعنی بعدش.在什么什么后不久یعنی اندکی پس از. درسته؟ پس این اصطلاحه باید یاد بگیریم. 在什么后不久اندکی پس از چی؟ اینکه 以军承认了11月1日的空袭، اندکی پس از آنکه حمله هوایی 1 نوامبر را چی؟ ارتش اسرائیل چیکار کرد؟ به عهده گرفت مسئولیتش رو. چندن از آن کرد، تاکید کرد که چیه؟ او انجام داده 联合国人事联合国人权事务高级专员办事处، همون کلمه تخصصی که بالا علامت زدیم، دفتر کمیساریای عالی امور چی؟ حقوق بشر سازمان ملل. 在社交媒体上发文说，ببین 社交媒体رو ترم قبل داشتیم، رسانه‌های اجتماعی. 在什么什么上توی این رسانه‌های اجتماعی发文说،发文یعنی چه؟ یعنی متنی رو منتشر کردن، متنی رو ارسال کردن، مثل توی توییتر. خب اینجا یه اصطلاحی هست که خیلی کاربردیه، 鉴于. 鉴于以色列空袭杰巴利耶难民营造成大量平民伤亡和其破坏的规模. خب ببینید این 鉴于یعنی چه؟ 鉴于یعنی با توجه به خاطر، با توجه به چی؟ 以色列空袭اینجا 造成 با توجه به اینکه حمله اسرائیل به این اردوگاه 造成 موجب شده چی؟ 伤亡 تلفات چی؟ 大量平民 پین یعنی معمولی، درسته؟ مین یعنی مردم.
پین مین که میگه یعنی چی؟ غیر نظامیان. یعنی با توجه به اینکه این حمله موجب تلفات سنگین غیر نظامیان شده، موجب تلفات سنگین غیر نظامیان و چی دیگه اینجا چیه؟ 破坏的规模 یعنی چه؟ یعنی میزان، وسعت. و وسعت چی؟ خرابی های آن. خب چی گفتیم یعنی چه؟ قبلا توی متون رسمی که کار کردیم گفتیم چی یعنی تده. خب پس این در واقع چیه؟ 造成大量平民伤亡和它的破坏的规模. این پس این وقتی که چی میاد قطعا به یه چیزی برمیگرده دیگه، چون ضمیره، درسته؟ این چی به چی برمیگرده؟ به کنشی. یه حمله هوایی صورت گرفته، حالا به جایی، تلفات سنگین غیر نظامی داشته و میزان بالایی از چی؟ تخریب از آن ناشی شده. پس چی؟ و میزان تخریب ناشی از آن. این چی که اومده ناشی از آن اینجا؟ ناشی از چی؟ کنشی. ترجمه میشه 严重关切.关切یعنی چی بچه ها؟ یعنی نگرانی، یعنی نگرانی های بسیار عمیق، یعنی نگرانی بسیار عمیقی وجود داره که 这些不成比例的袭击可能构成战争罪行. که این 不成比例یعنی غیر قابل، یعنی غیر خارج از مقیاس. منظور چیه؟ یعنی خیلی سنگین. شیجی این حمله های خارج از مقیاس 可能构成战争罪行 ممکنه که موجب چی بشه؟ جنایت جنگی بشه. 战争罪行 یعنی جنایت های جنگی. خب ببینیم. خب از اصطلاحات مهمی که داشتیم توی من چندرن تامن سووی. خب ما قبلا مثلا مثال زدیم که میگیم که و جینلی اروی، من یعنی من تمام تلاشم میکنم که این کار رو انجام بدم، درسته؟ این وی پس یعنی چی؟ وی یعنی انجام دادن. از اصطلاحاتی که اینجا کار کردیم سیشان جا، سی یعنی مردن، شان یعنی زخمی شدن، میشه کشته و مجروح. خب 构成战争罪 اینو کار کردیم. و 构成威胁 威胁یعنی تهدید. 构成威胁یعنی تهدید بودن. خب حالا این بحث ما کلمات تخصصیش نبود. بحث ما این بود که ببینیم که یک متن خبری رو یعنی بیایم مرور بکنیم ببینیم که یه متن رسمی چجوریه. این ادبیاتش هم ادبیات ساده ایه و از یه سایتی هست که خب ادبیات رسمی ساده داره، خیلی متوجه شدنش سخت نیست. یه سری اصطلاحات هست که تکراریه توی اخبار مختلف، باید این تکرارا رو تمرین بکنیم. البته میگم اینها پیش زمینش اینه که چینیه کلاسیک خونده بشه، چینی کلاسیک که خونده بشه، بعد توی متون رسمی ما برای نامه‌نگاری باید کار بکنیم و
ترجمه متون تخصصی بعد کار بکنیم، چون چینی ها ترجمه خیلی کار میکنن. یعنی چی؟ یعنی خیلی کتاب دارن به زبانهای دیگه از فرهنگ خودشون ترجمه میکنن و پولای خوبی هم میدن برای بچه‌هایی که دنبال یک شغلی هستن که خیلی در رفت و آمد نباشن و بتونن توی خونه خودشون حتی کار رو انجام بدن و درآمد داشته باشن. خب این ترجمه ها مهمه و نام نگاری که خب خیلی مهمه. این حالا یه مروری بر یه متن رسمی بود. در واقع من یه سری روزنامه گرفته بودم و تیترها رو میخواستم کار بکنم و چند تا خبر رو بیام چند تا اصطلاحش رو کار بکنم، منتها به خاطر نمایشش که هنوز نمیدونم دقیقا بعد چجوری توی یوتیوب نمایش داد. فعلا این متن رو کار کردیم که بچه آشنا بشن و یه تستی بکنیم ببینیم که میتونیم کلاس ها رو انجام بدیم یا نه، و اگه بچه ها خواستن کلاس ها رو ادامه بدیم. امیدوارم که خیلی خسته نشده باشید. حدود 40 دقیقه شد و من اینجا لایو رو میبندم. اما توی تلگرام هستم، اگه صحبتی در این مورد هست در خدمتم.